قدرت‌نمایی بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب در نیمه دوم قرن 20 در هر لحظه ممکن بود که منجر به جنگی هسته‌ای بشه. عجب زمان ترسناکی برای زندگی کردن. هر دو سمت به عنوان بخشی از مبارزه شبکه بزرگی از تکنولوژی و جاسوسان رو تشکیل دادن تا ببینن که طرف مقابل داره چیکار میکنه. البته که جاسوسی کار پر ریسکی است. چرا؟ چون جاسوس‌ها در هر لحظه میتونن جناحشون رو عوض کنن. گاهی به خاطر پول و گاهی به خاطر اخلاقیات. موضوع ما زندگی مأمور کاگبه اولگ گوردیفسکی است که تبدیل به مأمور دو جانبه شد و به غربی‌ها پیوست. کسی که کارهاش دنیایی که میشناختیم رو تغییر داد و حتی میشه گفت که باعث اتمام جنگ سرد شد. شهرت حزب کمونیست شوروی و دستگاه دولتی اون و وحشتی که توی سطح کشور ایجاد کرده بود هنوز هم توی ذهن مردم هست. علل خصوص یک اسم خیلی معروف، کاگبه یا کمیته امنیت دولتی. کمیته‌ای که هم ترسناک بود و هم خیلی کارآمد. میشه گفت اولگ گوردیفسکی بدون حق انتخاب قرار بود عضو کاگبه بشه، اما دلش همچین راضی نبود. آنتون گوردیفسکی پدر اولگ تمام عمرش در عضویت کاگبه بود. درسته اطلاعات اندکی در دسترس هست، ولی به نظر میاد که ایشون در دوران پاکسازی بزرگ در سالهای 36 تا 38 در شناسایی دشمنان دولت خیلی نقش پررنگی داشت. دورانی که به دستور استالین صدها قتل و محاکمه سوری انجام شد و البته به افتخار نقش اول اون نیکولای یژوف، کمیسر حزب در امور داخلی شوروی یا همون NKVD معروف شده به یژوفشینا. خب دور نشیم از موضوع. درسته که گوردیفسکی پدر هرگز حرفی از این جنایات نزد، ولی به نقشی که در کاگبه داشت شدیدا مفتخر بود. اولگ در 10 اکتبر 1938 متولد شد. اون و برادرش به لطف عضویت پدر از استخدامی در کاگبه مطمئن بودن. کلاً روال کار در مورد فرزندان اعضای کاگبه به همین شکل بود. یک مسیر شغلی از پیش تعیین شده. اما گفتیم که اولگ خیلی راضی به این کار نبود. 2 دلیل برای مردد بودن اولگ وجود داشت. یک، مادرش، یک زن آرام که تا حد ممکن از ایدئولوژی‌های شوروی فاصله گرفته بود، و بعدی مادر بزرگش، کسی که همیشه میگفت باید اعتقادات مذهبی رو حفظ بکنیم، که البته توی اون زمان اعتقادات مذهبی جرم شناخته میشد. در 17 سالگی اولگ در بهترین دانشگاه مختص به دیپلمات، سیاستمدار و جاسوسی ثبت نام کرد، مؤسسه دولتی روابط بین‌الملل مسکو. بعد از مرگ استالین در سال 1953 جانشین اون یعنی نیکیتا خروشچف شروع به ایجاد تغییراتی در سیاست‌های رادیکالی و تند شوروی کرد. برای مثال اجازه ورود به خارجی‌ها داد، یا نشریات و مجلاتی که منحل و بسته شده بودند مجدداً آغاز به کار کردند. در نتیجه اولگ توی کتابخونه دانشگاه تونست با خوندن مجلات و روزنامه‌های غربی بیشتر با غرب آشنا بشه. شب‌ها به رادیو BBC و صدای آمریکا گوش میداد، گرچه این مورد هنوز ممنوع بود. همون موقع‌ها دوستی توی دانشگاه پیدا کرد، استانیسلاو کاپلان، که مثل اولگ اونم با کمونیسم خیلی راحت نبود. خیلی زود با هم رفیق شدن و وقت می‌گذروندن. درسته که همچنان به کمونیسم وفادار بودن، ولی این دوستی قرار بود دنیای هر دو نفر رو تغییر بده. اولین تجربه خارج رفتن اولگ باعث تقویت ناامیدی اون از کمونیسم شد. علیرغم تلاش‌های خروشچف برای اصلاحات در اواسط دهه 50، میشه گفت 280 میلیون شهروند مملکت در اصل همچنان توی یک زندان بزرگ زندگی میکردن. از نظر دولت، نظام سرمایه‌داری غرب یک تهدید بنیادی بود و در تلاش بود تا عامه رو از تأثیرات غرب حفاظت بکنه. پس برای همین تمام شهروندان توسط اعضای کاگبه که حدود 1 میلیون نفر بودند تحت نظارت قرار میگرفتن. فضای سیاسی مملکت مملو از شستشوی ذهنی و تئوری‌های توطئه بود. اولگ که این چیزها رو دید، تردیدهاش نسبت به کمونیسم دوباره پدیدار شد. این دو دل شدن وقتی تحصیلش در سال 1961 به اتمام رسید بیشتر هم شد. برای یک پست توی کاگبه مصاحبه انجام داد و قبل از شروع به کار رسمی برای 6 ماه به برلین شرقی فرستادنش. توی این مدت شاهد ساخته شدن دیوار برلین هم بود. برای اولگ 22 ساله موضوع واضح بود. دیوار برلین فرقی با دیوارهای زندان نداشت. و خب همونطور که میدونید اولگ شاهد مرگ صدها نفری بود که تلاش میکردن از دیوار برلین عبور بکنن.
اولگ در سال 1962 به مسکو برگشت، ولی خب تصمیم داشت که کمی از رژیم شوروی فاصله بگیره. وقتی تمرینات رسمی کاگبه تموم شد، دنبال یک موقعیت بود که به خارج از اتحادیه شوروی اعزام بشه و چون این اتفاق برای افراد متأهل مقداری راحت‌تر بود، اولگ خیلی سریع با یلنا آکوپیان ازدواج کرد. یلنا هم مثل اولگ از اون افراد مشکوک به رژیم بود. وقتی که یک پست توی سفارت شوروی در کوپنهاگن باز شد، زوج جدیدمون در ژانویه 1966 به دانمارک سفر کردند. وظیفه اولگ مدیریت یک شبکه از جاسوسان مخفی کاگبه در دانمارک بود. به محض رسیدن، اولگ شروع کرد تا از ادبیات غرب که در شوروی ممنوع بود لذت ببره. به موسیقی کلاسیک علاقه‌مند شد و خیلی زود اولگ دید که کلاً به فرهنگ و اخلاقیات غربی بیشتر حس نزدیکی میکنه تا خود شوروی. 2 سال از زندگی توی دانمارک گذشته بود که اولگ یه حرکاتی کرد. اون چیزی که یک زمانی یک مخالفت کوچیک نسبت به ایدئولوژی شوروی بود، رسما تبدیل به نفرت شد و تصمیم گرفته بود که در راستای احساسش عمل بکنه. اون نقطه عطف کجا بود؟ وقتی که معترضین دانمارکی با خشم جلوی سفارت شوروی تجمع کردند. علت تجمعات تخریب جنبشی به اسم بهار پراگ. بهار پراگ اسم اتفاقی بود که در چکسلواکی افتاده بود. در سال 1968 تلاشی برای دموکراسی و آزادی خواهی در این کشور شروع شده بود که شوروی با تانک و اشغالگری به استقبال این داستان رفت. اولگ عمیقا شرمنده شده بود و از سفارت به همسرش زنگ زد و عصبانیتش از رفتار اتحاد شوروی رو بهش برسونه. این عمل یک عصبانیت لحظه‌ای ساده نبود. اولگ قشنگ میدونست داره چی کار میکنه. اولگ کاملا آگاه بود که سرویس اطلاعاتی و سرویس امنیتی دانمارک خطوط سفارت رو شنود میکنن. این تماس با زنش در اصل یک پیام مخفی به مقامات دانمارکی بود که نشون بده اولگ آماده است تا جبهه رو عوض کنه. ولی خب متاسفانه PET توی گرفتن این سرنخ واضح زیادی گند زد. اونا از قبل اولگ رو نشون کرده بودن، یعنی شک کرده بودن که طرف مأمور کاگبه باشه و بهش اسم رمز عمو گورمسون رو داده بودن. پرانتزی باز کنم تا که بگم این اسم رو از روی پادشاه بدنام دانمارکی قرن 10 گرفته، هارالد بلوتوس گورمسون. چرا بلوتوس؟ چون بلوبری زیاد میخورد و دندوناش اغلب آبی میشد. پرانتز بسته. دوستان PET دیدن که اولگ داره از آزادیاش توی غرب کمال استفاده رو میبره. مثلا یک بار اولگ رفت منطقه ردلایت کوپنهاگن و از روی کنجکاوی چند تا مجله با محتوای همجنسگرایی خرید که حتی به زنش نشون داد بعداً. PET خونه اولگ هم شنود گذاشته بود، دید که ازدواج این دو دوست داره دچار مشکل میشه. با این دو استناد PET اومد تله بذاره برای اولگ تا بعداً بتونه تهدیدش کنه و باج بگیره. تو یک مهمونی دیپلماتیک یک مرد جوانی اومد اولگ رو دعوت کرد به یک بار برن و خوش بگذرونن که اولگ رد کرد. PET یه خورده گیج شدش، اما واقعا محاسباتشون اشتباه بود. اولگ گی نبود، مجلات واقعا از روی کنجکاوی بود و احتمالاً اصلا نفهمید اون مرد جوان میخواست بهش نزدیک بشه. اولگ اصلا خبر نداشت که تحت نظره، ولی خب کاگبه ی حواس جمع فهمید یه داستانی هست. اولگ توی سفارت از همه بیشتر مورد تعقیب قرار میگرفت. نمیدونستن موضوع چیه، ولی خب دیدن که به ریسکش نمیارزه و دوباره به مسکو فراخونده شد. اولگ و سرویس اطلاعاتی دانمارک مثل 2 تا کشتی توی تاریکی از کنار هم گذشتن، بی خبر و بدون برقراری ارتباط. سال 1970 اولگ ناراحت از اینکه هیچ قدرت بیگانه‌ای باهاش تماس نگرفته به روسیه برگشت. اما خبر نداشت که شاخصهای MI6 شون میده. MI6 اولین بار اسم اولگ رو توی یک گزارش دید. گزارشی که استانیسلاو کاپلان نوشته بود، دوست دانشگاهی قدیمی اولگ. کاپلان هم وقتی توی فرانسه بود مسیرش رو از شوروی جدا کرد. کاپلان توی اسناد ذکر کرد وقتی توی دانشگاه بودن اولگ نشانه‌هایی از شک و تردید توی وجودش داشته و در نهایت MI6 اولگ رو تحت نظر گرفت با اسم رمز پرتو خورشید. اولگ بعد از برگشت به مسکو خیلی سریع ارتقا درجه گرفت که باعث شد دوباره بتونه به دانمارک برگرده. و اینجا بود که MI6 این شانس رو داشت تا بهش نزدیک بشه و خب کی بهتر از دوست دانشگاهی اون میتونه این امر خطیر رو بر عهده بگیره. در نوامبر 1973 کاپلان رفت سراغ اولگ. براش از داستان جدایی خودش و اتفاقات و تجربیاتش در چکسلواکی گفت. اولگ هم کلی همدلی از خودش بروز داد و نشونه‌ای از اینکه
قرار این اتفاق رو به کاگبه اطلاع بده دیده نشد. ریچارد برومهد رئیس شعبه دانمارک MI6 تصمیم گرفت خودش با اولگ صحبت کنه. رفت سراغش و برای 3 روز دیگه یک تایم ملاقات خصوصی تنظیم کردن. اولگ مطمئن بود که برومهد برای MI6 میخواد نیرو بگیره. جلسه‌ای که داشتن خیلی خوب پیش رفت و بعدش هیچی به هیچ. 8 ماه طول کشید تا برومهد دوباره پیداش بشه. این بار قرار ملاقات توی بار یک هتل رو هماهنگ کردن. اولگ خیلی صریح و صادقانه به سوالات برومهد جواب میداد. اون حتی اسم کسی رو که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات رو داشت لو داد. گفت که اصلا کار خودش بوده این حرکت. برومهد شوکه شده بود. اولگ گفت که از ملاقات قبلی هم به کاگبه چیزی نگفته. بعدش تصمیم گرفتن محل امن‌تری برای ملاقات‌های آینده رو پیدا کنن. این ملاقات تقریبا نظریه MI6 رو تایید کرد. اینکه اولگ تصمیم به عوض کردن جبهه داره. پرتو خورشید آماده درخشش بود. اولگ برنامه داشت که 2 بار در ماه هر بار حدود 2 ساعت با یک مأمور MI6 توی یک آپارتمان اون طرف شهر و دور از سفارت جلسه داشته باشه. نقش جدیدش توی کاگبه این بود که اطلاعاتی برای چطوری تضعیف کردن مؤسسات غربی به دست بیاره. چیزی که دقیقاً MI6 دنبالش بود. میدونسته که شوروی قصد داره مؤسسات غربی رو نابود کنه، ولی از چگونگی روش کار خبر نداشتن و خب طبیعتاً می‌خواستن جلوی این کارو بگیرن. به لطف تمرینات مخصوصی که انجام داده بود، اولگ بهترین مأمور دو جانبه ممکن برای این امر بود. اولگ هم خیلی قشنگ کلی اطلاعات به بالادستی‌ها میرسوند. اینکه روش کاگبه برای جاسوس چیدن توی دنیا به چه شکله، یا میکروفیلم‌های مختلفی از سفارت شوروی به بیرون قاچاق می‌کرد تا MI6 از روی اونا کپی بگیره. به عبارتی نون MI6 تو روغن بود، چون هیچ مأموری به اندازه اولگ رتبه بالایی تو کاگبه نداشت. حتی رئیس MI6 شخصا مراتب تقدیر رو بهش رسوند تا خوشحال بشه. با تمام علاقه و شوقی که به فرهنگ غربی داشت، اولگ همچنان ذاتی سنتی داشت. مثلا وقتی همسرش یلنا از آشپزی و بچه دار شدن سرباز زد، ازدواجشون به مشکل خورد. ولی خب طلاق هم توی کمونیسم وجهه خوبی نداشت، هم به جایگاهش توی کاگبه آسیب میزد. توی همین زمان خیلی یهویی همسر سفیر شوروی لایلا آلیوا رو با اولگ آشنا کرد. لایلا 28 سالش بود و توی سازمان بهداشت جهانی توی دانمارک کار میکرد و البته دختر یک سرلشکر کاگبه هم بود. این دو خیلی زود عاشق شدن، ولی اولگ باید زندگی دو جانبش رو بی سر و صدا جلو می‌برد. ولی خب بالاخره همچین رازی روزی برملا بشه. بهار 1978 دیگه دوران اولگ توی دانمارک تموم شد و چون ملاقات باهاش توی مسکو خیلی خطرناک بود، MI6 یک نقشه فرار طراحی کرد با اسم رمز پیملیکو که یک محله توی لندن محسوب میشه. نقشه فرار کار خانم ورونیکا پرایس بود، متخصص طراحی نقشه فرار اضطراری برای ماموران مخفی. نقشه اینطوری بود که اولگ کلاه و شلوار خاکستری به تن، یک پلاستیک خرید فروشگاه سیفی به دست، اطراف یک نونوای پرسه میزنه. بعدش یک مأمور MI6 با یک کیسه مخصوص فروشگاه هارودز که توش کیتکت یا شکلات مارس هست از کنارش رد میشه تا نشون بدن که سیگنال رو دریافت کردن. 3 روز بعد اولگ با قطار میره لنینگراد که از اونجا میره به محل قرار توی مرز فنلاند. چطوری؟ یک ماشین دیپلماتیک بریتانیایی که از مسکو حرکت میکنه اولگ رو توی صندوق به شکل قاچاق میبره تا مرز فنلاند که خب واقعا نقشه خطرناکی بود. خوشبختانه کار به اینجا نرسید و اولگ خودش تونست به بریتانیا راهی پیدا بکنه. سال 1979 یلنا و اولگ جدا شدن و همونطور که حدس میزد باعث کسر مقام توی اداره شد. به بخش اداری منتقل شد و خب توی این جایگاه هیچ دسترسی به اطلاعات عملیات کاگبه نداشت و این واقعا بده. همون سال با لایلا ازدواج کرد. از وقت آزادی هم که داشت برای شرکت در کلاس‌های آموزش انگلیسی استفاده کرد. تا اینکه سال 1981 اولگ واجد شرایط برای سمت کاری در بریتانیا شد. در نتیجه وقتی یک جای خالی در سفارت شوروی در بریتانیا در دسترس قرار گرفت، اولگ اونقدر سیبیل جلب کرد تا تونست پست رو به دست بیاره و تا زمانی که اجازه خروج صادر بشه هر چقدر که میتونست از مقر کاگبه اطلاعات در مورد عملیات‌های اجرایی در بریتانیا به دست آورد. چیزهایی که دقیقاً بالادستی‌ها دنبالشونه. سرانجام در 28 جون 1982 اولگ، لایلا و 2 دخترشون به سمت لندن پرواز کردند. از الان قضیه جالب میشه.
اولگ توی جنگ سرد نقش حیاتی داشت چون باعث الغای یک سری تفکرات و بینش به رهبران شوروی میشد. اسم جاسوس بازی خیلی به نظر جالب میاد ولی اکثریت جاسوس‌ها اونقدری هم به درد بخور نیستن که البته اولگ گوردیفسکی فرق میکرد. کاری که برای MI6 میکرد توی مسیر جنگ سرد واقعا تعیین کننده بود. اطلاعاتی که میداد صرفاً چند تا اسم خالی نبود بلکه اون داشت ذهنیت و مسیر فکری و روانی رهبران شوروی و کاگبه رو نشونشون میداد. برای نمونه یک موضوع حیاتی که بهشون نشون داد این بود که کاگبه باور داشت که غرب توی جنگ هسته‌ای اولین ضربه رو خواهد زد. در اصل رهبران شوروی از این اتفاق وحشت داشتند. سال 1981 به کاگبه دستور داده بودند تا هر نشانه‌ای از حمله غریب الوقوع که میتونن به دست بیارن. اسم عملیات رایان بود. بزرگترین عملیات اطلاعاتی شوروی در طی جنگ سرد. توی این خط زمانی رجزخونی‌های آمریکا شکل خیلی خشنی به خودش گرفته بود. حتی رئیس جمهور ریگان به شوروی لقب امپراتوری شیطان رو داده بود. برای همین به نظر واجب بود تا غرب حواسش به اضطراب شوروی باشه. چون اگه به حد بالایی برسه ممکنه خود شوروی برای دفاع اولین حمله رو شروع کنه. MI6 اطلاعات روانشناختی که از شوروی داشت رو به شکل محرمانه در اختیار سیا گذاشت و اونا متوجه شدن که اگه فتیله رو تا حد خوبی پایین نیارن ممکنه که شوروی حمله اتمی رو در دفاع از خودش شروع بکنه. اولگ به هر دو طرف نشون داد چطور با همدیگه ارتباط برقرار بکنن که اینم کمکی به تموم شدن جنگ سرد میکرد. سال 1983 شوروی دنبال تسهیل کردن حضور حزب سوسیالیست کارگر در حکومت بریتانیا بود. چون به نظرشون متحد پیدا کردن در کابینه تاچر کار خیلی سختی بود. ولی خب میدونیم مارگارت تاچر در اون سال برنده انتخابات شد. اولگ جلسات توجیهی برای تاچر در مورد چطور رفتار کردن با شوروی برگزار میکرد و پیشنهاد میداد که در انظار عمومی رفتاری دوستانه با رهبران شوروی داشته باشه که بهشون بر نخوره و توی فاز دفاعی نره. از طرفی MI6 خودش به اولگ اطلاعات میداد که جلوی شوروی همچنان مهره به درد بخوری دیده بشه. در نتیجه این کارهای اولگ منجر به این شد که تفکر غرب و شوروی نسبت به همدیگه شکل جدیدی بگیره که حقیقتاً این لطفش به بشریت نباید نادیده گرفته بشه. اما میدونیم که مأمور دو جانبه بودن بازی خطرناکیه. گاهی به نظر میاد که کنار کشیدن بهترین راه بود. گاهی شاید بهتره تا آخرین لحظه به بازی کردن ادامه بدیم. MI6 به اولگ اطلاعات میداد تا بتونه که پله‌های ترقی توی کاگبه رو راحت طی بکنه و اونا رو تحت تاثیر قرار بده. همزمان موانع رو با احتیاط از سر راه برمی‌داشته. برای مثال موافق اولگ در سفارت رو از بریتانیا اخراج کردن. اما ناگهان اتفاقی غیرمنتظره افتاد. در می 1985 کمی بعد از اینکه اولگ به بالاترین درجه دیپلماتیک ترفیع گرفته بود، بهش خبر رسید که درخواست حضور فوری اون در مسکو داده شده. اتفاقی شدیداً مشکوک که یعنی ممکن بود خیانت کردنش رو فهمیده باشن. اولگ ریسک برگشت رو به فرار ترجیح داد. چند هفته بعد از ورودش به یک مقر کاگبه بردنش و دارو بهش دادن و مجبورش میکنن اعتراف بکنه که برای بریتانیا جاسوسی میکرده. اولگ اعترافی نکرد اما خب مجددا پست اونو تنزل دادن و آزادش کردن. احتمالاً نقشه داشتن که حین ارتکاب عمل جاسوسی دستگیرش بکنن و تحت نظر داشتنش. چندین سال طول کشید تا مشخص بشه چه سلسله اتفاقاتی باعث دستگیری اولگ شده. معلوم شد کار یک خبرچین توی سیا بوده. سیا میخواست که هویت خبرچین مهم MI6 رو به دست بیاره و آلدریچ ایمز برای این کار انتخاب شد. متاسفانه ایمز خودش مأمور دو جانبه بود و برای شوروی کار میکرد و هرچی اطلاعات داشت بهشون مخابره میکرد. کلاس کاری ایمز با اولگ فرق داشت. انگیزه اون فقط پول بود. ایدئولوژی هیچ نقشی تو این قضیه نداشت. گفته میشه حدود 4.6 میلیون دلار از شوروی برای کار پول گرفته بود. اولگ شدیداً مضطرب بود که مبادا روزی کاگبه سراغش بیاد. اما خب از اینکه زنده بود خوشحال بود و سعی میکرد لایلا رو قانع کنه که بیگناه. اولگ و MI6 یک سوال ساده توی ذهنشون داشتن. اینکه آیا نقشه پیملیکو که قبلا برای فرارش طراحی کرده بودن واقعا جواب میده یا نه؟ MI6 چندین هفته بود خبری از اولگ نداشت و حتی نمیدونست که هنوز زنده است یا نه.
اولگ مدتی بعد از بازجویی شدنش به این نتیجه رسید که باید ریسک فرار رو حتی به قیمت رها کردن خانواده‌اش به جون بخره. در 16 جولای 1985 یک مرد با کلاه خاکستری و کیسه خرید سیف‌وی جلوی یک نانوایی ظاهر شد. مامورای MI6 در مسکو سریعا شروع به کار کردند و میدونستن که البته تحت نظر هم هستن. خانم یک دیپلمات بریتانیا که از قضا خودش جاسوس MI6 بود، تظاهر کرد که یک کمردرد شدیدی داره و باید برای دریافت کمک پزشکی به فنلاند بره. اولگ هم از طرفی باید میدید که به لایلا میتونه اعتماد بکنه یا نه. روزی توی خونه و دور از دستگاه شنود و همسرش گفت که آیا میخواد فرار کنه و به بریتانیا برگرده و در کمال ناامیدی جواب منفی شنید. این یعنی لایلا و دخترها قرار نیست با اون همراه بشن. 3 روز بعد اولگ به مرز فنلاند رفت. با استفاده از آموزش‌های خود کاگبه رد پای خودش رو راحت پاک می‌کرد. توی مسیر ماموران MI6 موفق شدن به دور از چشم کاگبه بهش برسن. برای ردگم کنی یک خانواده با یک نوزاد رو همراه خودشون کرده بود. الان اولگ توی صندوق ماشین بود ولی خطر هنوز بیخ گوششون بود. سگ‌های مرزبانی میتونستن پیداش بکنن. اینجا خلاقیت تیم نجات شکوفا میشه. یک مأمور مقداری چیپس که بوی خوشایندی نداشت از پنجره بیرون میریزه تا حواس سگ پرت بشه. از طرفی بچه‌ای که همراهشون بود رو از ماشین بیرون آوردن و روی صندوق عقب بالای سر اولگ شروع به تعویض پوشک کردن. این دوتا حرکت عملاً جون اولگ رو نجات داد و به سلامت و بی دردسر مرز عبور کردن. دوری از خانواده باعث افسردگی اولگ میشه. برای لایلا و دخترها هم وضعیت تعریفی نداره. چون به علت خیانت اولگ عملاً توسط کاگبه گروگان گرفته شده بودن. MI6 سالها تلاش کرد تا بتونه اونها رو فراری بده. حتی خود شخص تاچر با گورباچوف صحبت کرد چندین مرتبه. و ناگفته نماند که خود لایلا از اینکه همسرش خیانت کرده بود و به دروغ اصرار و بیگناهی داشت چقدر عصبانی و شرمگین بود. تا اینکه وادیم باکاتین آخرین و جدیدترین رئیس کاگبه قصد داشت اولین حرکت سمبولیک خودش رو انجام بده. وحشت زدایی از کاگبه. در نتیجه 6 دسامبر 1991 تقریباً 6 سال بعد از فرار اولگ خانواده دوباره کنار همدیگه در لندن جمع شدند. درست 3 ماه قبل از منحل شدن اتحاد جماهیر شوروی. اما فراموش کردن کدورت‌های قدیمی و پنهانکاری‌های زیاد کار راحتی نیست و در سال 93 این زوج از همدیگه جدا شدند. به عبارتی زندگی اولگ در سالهای دور از وطن سالهای تنهایی بودند. البته که کارهای اون بدون تقدیر نموند. سال 2007 از ملکه بالاترین نشانه افتخار رو دریافت کرد. مدتی به دور دنیا سفر میکرد و در مورد کاگبه ابهام زدایی میکرد. با تاچر و رونالد ریگان دیداری داشت و خودش رو با کمک در نگارش داستانهای جاسوسی شوروی سرگرم میکرد. اولگ گوردیفسکی در حال حاضر تحت حفاظت MI6 در حومه لندن ابری داره زندگی میکنه. مردی که تلاش‌های اون دنیای ما رو عوض کرد و جلوی یک فاجعه هسته‌ای رو گرفت. مردی که شاید هنوز حتی صمیمی‌ترین همسایه‌اش هم نمیدونه که اون واقعاً کیه.